سرخط خبرهای مهم. بلاروس یک شهروند تاجیکستان را به روسیه سپرده است. مهاجران از معاششان بیشتر پول نفرستند. ارتش اسرائیل به وزارت دفاع سوریه ضربه زده است. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز پنجشنبه 17 ایول. مقامات انتظامی بلاروس یک شهروند تاجیکستان را که به غارتگری در روسیه گمانبر دانسته می شود به این کشور سپردند. شورای هماهنگسازی دادستانی‌های کشورهای مشترک المنافع در یک بیانیه رسمی خبر داده است که ذکرالله ظهورزاده را به روسیه سپردند تا برای غارت 2 نفر در نزد یک مرکز تجارتی در مسکو به جوابگری جنایی کشیده شود. در این بیانیه آمده است که ذکرالله ظهورزاده همراه با یک شریکش به 2 نفر در افتاده از جبردیدگان 58 میلیون روبل را بودند. جزئیات دیگری درباره این حادثه نیست، ولی خبرگزاری تاس روز 12 نوامبر سال 2023 گزارش داده بود که در این روز 2 فرد ناشناس برای 2 نفر گاز پاشیده آنها را لطاکوب کردند، بینی یکی را هم شکستند و 58 میلیون روبل را غارت کردند. از فرد جبردیده و غارت شده شهروند چین نام برده شده است. شبکه‌های تقسیماتی برق در شهر بختر اعلام کرده است که امروز 17 ایول از ساعت 9 تا 17 برای کارهای تکنیکی نیروی برق در شهر موقتا قطع کرده می شود. مسئولین این شرکت از شهروندان خواسته است که وابسته به حالت مذکور آگاه باشند و هر گونه هنگامه نسازند. با گفته مسئولین قطع نیروی برق با مقصد تعمیر و عوضی وارد کننده های 110 کیلوولت در ترانسفورماتورها انجام داده می شود که برای تامین استوار و به خطر نیروی برق در فصل تیر زمستان مهمند. اعلام درباره قطع موقتی نیروی برق در یکی از شهرهای کلان تاجیکستان در حالی است که کاربران از منطقه های گوناگون کشور از محدودیت و قطع بدون آگاهی برق شکایت دارند. شکایت ها تاکنون از پنجکند، وحدت، شهر توس، فرخار و حتی شهر دوشنبه رسیدند. وکیلان از حزب آدمان نو یا نوایلودی به دومای دولتی روسیه پیشنهاد کردند که از این به بعد برای مهاجران به وطن فرستادن پول بیش از معاششان منع کرده شود. این پیشنهاد علاقه تهیه و به بانک مرکزی روسیه ارسال شده است. مؤلفان این پیشنهاد گفتند نبودن نظارت قانونی در این سمت شرایط را برای قانونی‌گردانی درآمدهای غیر قانونی، گریز از پرداخت انداز و برآوردن سرمایه روسیه به خارج فراهم می‌آورد. علاوه بر این وکیلان این حزب پیشنهاد کردند که مهاجران هنگامی از معاششان بیشتر روان کردن پول در مورد قانونی بودن آن معلوماتنامه پیشنهاد کنند. نظارت بالای پول مهاجران اقدام نو نیست. قبلا سرگئی میرونوف راهبر حزب سپراودلیوی روسیه زاپراودا پیشنهاد کرده بود که برای انتقال پول مهاجران در حجم 1% کمیسیون دولتی جاری کرده شود، اما این پیشنهاد وی قبول نگردید. یک سازمان خارجی از کم شدن انتقال مبلغ به تاجیکستان در 3 سال آینده پیشگویی کرده است. فوند اوراسیایی ثبات و رشد در گزارش نو منطقویش گفته است که در استواری توازن پرداخت، خف‌های بلند مربوط به کاهش انتقال مبلغ از جانب مهاجران و کاهش صادرات محصولات اشیاء خام در حالت بد شدن وضع اقتصاد خارجی باقی میماند. بنا به این گزارش مشکلات احتمالی در قانونی‌گردانی بود و باش مهاجران کره تاجیک میتواند به کاهش انتقال‌ها تا 2 یا 4% نسبت به مجموع محصولات داخلی باعث گردیده متناسباً سطح نیکوحوالی اهالی را پایین برد. تحلیلگران فوند پیش بینی کردند که حجم انتقال مبلغ از جانب مهاجران در سال روان از 44.7 میلیارد سومانی در سال 2024 تا 40 میلیارد سومانی کم می شود. موافق پیشگویی آنها سال 2026 حجم انتقال تا 37 میلیارد و در سال 2027 تا 35 میلیارد سومانی پایین خواهد رفت. طبق گزارش بانک جهانی سال 2024 مبلغ فرستاده مهاجران 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داد. سال 2023 مهاجران به تاجیکستان 57 میلیارد دلار فرستادند که برای کشور مبلغ رکوردی به حساب رفته بود. شهادتنامه تولد نخستین سند که طبق قانون هر شخص باید در 3 ماه اولی پس از تولد صاحب شود، گرفتن نسخه دوم آن رسما در تاجیکستان رایگان اعلام شد. در قرار حکومت که در روزنامه جمهوریت نشر شده است گفته می شود سر از 28 فوریه سال 2025 گرفتن نسخه دوم شهادتنامه تولد کاملا رایگان است. در یک نظرسنجی بعضی ساکنان گفتند که شهادتنامه را با پول گرفتند، دیگران پیشنهاد دارند که
شهادتنامه باید رایگان باشد. و فکر ما اگر به پول باشد نقص‌تر می شود برای همه حوزه همه وضعیت به حد قیمت‌تر در همه تاجیکای ما یا یاردمی چی خودمون می شود. حاضر نمیدونم پیش به پول بود. تانکی تو همه سه ماهگی را به پول دروغ به پول نیست پولکیه. پولکیه ما خودم کدوم پولکی بود یک من یادم داره چند پول سپاریدم انا پولکیه ما خودم کویتانس کدوم آوردم دادم. به پول باشد با برای آدمایی که مقصد امکانیتشون نیست خیلی خوبتر می شود. اگر خیلی آدمی که خیلی سوم داره و یا دوقه پرابلم نیست. Сроки определенные дорого гуфтан, аму справка метяна родомко. Агар хаму гузара гуфтан, аму сроки определенные, бад джарима дорого гуфтан. Сари вақт гирифтан дар. О, мегирим сисум, агар бо чи мухним, дас чанс мо мехоим ки бе пул бошад барои халқ. فرقش نیست خیلی درسته خیلی بودم میگیره کن و دولتی کو پول باشد بهتر است چون که مقصد ما سراغ بعد این شهادتنامه بسیار دکومنت ها برای کودکان میکنیم گاهی اویله هست که کم بزیاد شرایط ندارن با اونها خوب نیست این ارتش اسرائیل روز 16 ایول با بینایی ستاد نیروهای مسلح سوریه واقع در دمشق پایتخت این کشور عربی حمله هوایی کرده است. دو منبع امنیتی سوریه با خبرگزاری رویترز گفتند حمله هوایی اسرائیل بینای وزارت دفاع سوریه را هدف قرار داده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره این حمله منتشر نشده است. بر اساس این گزارش اطرافی دفتر پرزیدنت سوریه نیز از سوی نیروی هوایی اسرائیل بمباران شده است. اسرائیل گفته است هدفش از حمله حمایت از اقلیت دروزها می باشد. در درگیری های بین دروزها و نیروهای سوریه در روزهای اخیر زیاده از 200 کس کشته شده است. بعد آغاز درگیری بین اقلیت های دروزها و نیروهای سوریه در اول این هفته ارتش به شهر السویده وارد شد. طبق گزارش 15 ایول ارتش اسرائیل به نیروهای حکومتی سوریه در السویده ضربه زده است. شیخ حکمت الخجری یک از رهبران اقلیت دروز حکومت سوریه را به نقض آتشبس و بمباران کردن شهر متهم کرد. ارتش سوریه میگوید تنها به حمله ها پاسخ داده است. شام 16 ایول نظامیان روسیه به مرکز شهر دبرپول ولایت دونتسک اوکراین بمب پرتاب کردند. ضربه تقریبا ساعت 17 در مرکز سودای اورورا زمانی صورت گرفت که ساکنان از کار برمیگشتند و ازدحام زیادی در این مرکز بود. وادیم فیلاشکین رئیس ماموریت نظامی ولایت خبر داده است که بر اثر حمله هوایی روسیه به شهر دبرپول ولایت دونتسک دست کم 2 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او این بمب 500 کیلویی که به شهر پرتاب شد هدفش مرکز تجارتی در مرکز شهر بوده است. در نتیجه 54 نقطه سودا، 304 حجره استقامتی و 8 اتوماشین ضرر دیدند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی این حادثه را تروریسم ابلهانه روسیه نامید و تاکید کرد که این حمله ها معنای نظامی ندارند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم. یک سال بعد انقلاب بلشویکی سال 1917 روسیه اویله شاه نیکولای دو که سرنوشتش به اختیار حکومت و لنین گذاشته شده بود در یک منزل خصوصی در شهر یکاترینبورگ روسیه جای داد. 2.5 ماه بعد نامعینی های سرنوشت شاه و همسر و فرزندانش کمیته اجرایی شورای کارگر و دهقان ولایت اورال حکم قتل 11 نفر را در تخانه همین حوله اجرا کرد. قتل بیرحمانه و غیر قانونی شاه اویلش در تاریخ 17 ایول سال 1918 که خلاف با همه مقررات قانونی بشری بود آغاز بیرحمی های مدهش حکومت شوراها دانسته می شود. 17 ایول سال 1973 در پی یک تبدلات خونین محمد ظاهر شاه شاه افغانستان از قدرت برکنار شد. کودتا را گنرال محمد داوود خان رهبری نمود که افغانستان را جمهوری و خود را پرزیدنت اعلان کرد. دوره حکمرانی ظاهر شاه را در تاریخ چون عهد ثبات و رشد افغانستان، حقوق آزاد زنان به فعالیت اجتماعی و تحصیل مینامند.
17 ایول سال 2001 در دوشنبه در نتیجه حمله سلاح به دست ناشناس مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان نائب به مسائل بین المللی کریم یولداشف به قتل رسید. او از دیپلمات‌های خوشنام سیاست خارجی تاجیکستان و بلند مقام‌ترین نماینده حکومت بود که قربانی کشتارهای زنجیره‌ای شخصیت‌های معروف در سال‌های بعد ختم جنگ شهروندی گردید. در اوج بد شدن روابط با ایران مقامات ادعا کردند که کشتارهای شخصانی سرشناس تاجیکستان را گویا تهران تشکیل کرده است، اما ایران این را رد کرده. مطبوعات مستقل هم اتهام‌ها را زیر سوال برده است. چون همیشه در این بخش از قربی اسعار میگوییم، صبح امروز بانک ملی قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 122 سومانی، 100 یورو به 1111 سومانی و 100 دلار باشد 958 سومانی مقرر شده است. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.